سلام، من فردین هستم در خدمت شما. میخوام امروز راجع به چند تا ویدیوهای خوشگل که میرن به دخترها پیشنهاد میدن و دخترها قبول میکنن یا رد میکنن صحبت کنم، آنالیزشون کنم، تحلیلشون کنم و بهتون بگم. آخر سر این چند تا ویدیوهایی که همیشه میذارم، حالا تو هفته بعدی هم میذارم، اگر با دقت نگاهشون کنیم حرفایی که من میزنم باور کنید میتونیم میریم با خودمون. من انجام میدم، من خودم انجام میدم. حالا اگه سعی کنم یه نفر پیدا کنم که بتونه از من فیلم بگیره، بعد برام صحبت کنم، با خوب بزنم، بعد به شما نشون بدم، قبول میکنین؟ آره دیگه. آره به خدا، آره میشه، راحت میشه. اینا حالا همشون تو اروپا و خارج هستن یا آمریکا هستن، ولی تو ایران هم میتونین شما انجام بدین، راحته. فقط باید اعتماد به نفسشو داشته باشین و چیزای نکته‌های کوچولی که هستش رو رعایت کنین. بقیه‌اش دیگه با خودتونه. بریم داشته باشین اولین ویدیو. خب میریم با ویدیو اول شروع میکنیم. I like you. با I like you شروع میکنم. Hey, you in the yellow top. I like you. Is your favorite animal the unicorn by chance? It is. Is that for me? It's for me. Are we gonna lay on it together? Maybe. What's your name? نکن هم اول که دست باش صحبت کرد یه دونه بهش پیشنهاد دادش. I like you، یعنی پیشنهاد که نداشت، بهش گفتش دوستت دارم. خب وقتی میگه دوستت دارم یه جور، حالا حتما نباید به ایران بگی، میخوای به تو ایران بگی، اگه خارج هست که I like you بگو، حتما اشکال نداره. ولی مثلا تو ایران هستی نباید بری دوستت دارم، میتونی بگی، ولی مثلا یه چیزیه که مثلا دختر یه جوری میشه، میدونی، اون وقتی میگی نظرش جلب میکنه، بعدش حرفاتو میزنه. اون I like you چرت پرت، یه چیزی هستش که تو فقط نظرش رو جلب کنی، اون مهمه. بتونی اون قدم اول برداری که یه نظری جلب کنی، بعد ادامه صحبت بکنی، اون دیگه گل زدی. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. Cash. Well, my name is Money. It's nice to meet you, Money. Yeah, Cash Money. We go together. Go right. نکن در جا ما دیدن شوخی ساختش، گفتش که اون دختر اسمش کش هستش. خب حالا کش همون پول نقد نیستش، ولی مثلا با فکر کنم با کی نوشته میشه، ولی اونجا اومده میگه اسم من مانیه. میتونست بگه اسم من خوانه، ولی اسمش رو گفت اسم من مانیه، اسم منم پوله. میدونی اون پول نقده، اینم پول مثلا چیه. بخاطر همین میتونی تو لحظه شوخی بسازی، بعد تو همون حرفایی که داری، مکسایی که میکنی، داری خندهایی میکنی، هی فکر کن که خب جرم بدی دارم چی میگم بهش، میدونی. آره. Together, yeah. Well, are you gonna lay down right now? I am. Well, should we just go? I have a friend out there waiting for me. Is it a man or a... Oh, it's a man. It's a man. Oh shit. Okay. Okay. Is it a boyfriend? It is no. No, it's not. Okay. So I didn't beat you to this one, but I'll beat you to the next one. Let me get your number. Okay. Cash. Cash. K-A-S-H. I love it. Yeah. I'm attracted to money, you know. Yeah. We all are. Yep. So I'm a Southern girl. You're a Southern girl from what state? Alabama. Alabama. نکن الان که داره شمارهشو میزنه اون تو، داره باش صحبت میکنه. این خیلی مهمه. وقتی دختر داره شمارهشو میزنه تو اون زمانم بتونی صحبت کنی. وقتی داره شمارهشو میزنه تو اون لحظه یک عالم فکر میکنن. تو اون لحظه باید موقعش به کار بگیری، چند تا صحبت بکنی، ذهنشو مشغول کنی، بعد اونجا میتونی خیلی نفوذ کنی و ذهن و مغزش. خب بخاطر همین اون لحظه هم یه صحبتایی بکن. I hear there's so many women over there. Yeah. I'm from Phoenix, so I just come out here to like meet women and shit. Yeah. Okay. But I'm going back to Vegas today. Oh, I'm going back to Phoenix tomorrow morning. Okay. Well, we got each other's contact, you know. We do. I'll see you out in Alabama. And I'm traveling all the time. I just got my nursing license. So Really? Congratulations. I'm going to be all over the place. Congratulations, Cash. Yes. All right, well, I'll text you. It's Nice to meet you. Tell your friend I said hi. I will. نکن شما رو صحبت کردن قشنگ، همیشه گفت به پیام میدم و اینکه مثلا قرار میذاریم هم با هم دیگر میبینیم، و بعد اینجا آخر سر گفتش که با هم دوستم سلام برسون. یعنی اینا تو ذهن دختره میمونه. خب اینا چیزای جالب و خوبن. خب بریم بعدی. نگاه کن. Hey. No, you. Yeah, I like you. Who are you? Yeah, you redhead. Is your hair dyed? Yes. Oh, it still looks good. What's the natural color? Brown. Oh, brown like mine. Darker. خب نگاه کن، این خیلی مهم بودش. اومد اونجا بهش گفتش هی، از راه دورم بهش گفتش، بعد اون برگشت اونجا گفت، بعد گفت آره تو. الان ما دیگه نزدیک شدن، بعد الان داره صحبت میکنه، یه چیزی داره بهش میگه که کامپلیمنت بده. کامپلیمنت میشه یعنی یه چیز مثبتی بهش بده به طرف. حالا به هر آدمی تو کره زمین یه چیز مثبتی بهش بگی خوشش میاد دیگه. الان داره به اون طرف یه چیز مثبت میگه، مثلا داره توجه میده به اون رنگ موش، بعد میگه که رنگ مو تو کالر کردی، رنگش کردی، بعد اینکه کالر کردی رنگش کردی، الان میگی نه رنگ واقعی مو قرمز نیستش، مثلا براون و قهوه‌ایه. اینجوری داره توجه میگیره، توجه رو میبره به سمتی که مال اون دختر است. به خاطر همین دخترم خوشش میاد.
میگه که یه چیزی از منو داره میگه تعریف میکنه ازش یا توجه داره بهش میکنه، یعنی چیز باحالیه میدونی. A little darker, but at least we have Ray-Bans though, so we have something in common. What's your name? I'm Erin. I'm Juan. Nice to meet you, Erin. Sorry? Juan. Juan. Yes. Nice to meet you. What are you doing right now? Are you exercising or what? I was kind of more exercising to the pier and then just gonna kind of casually wander. نه کن همین الان اگه بگم من شماره تو من بدش احتمال خیلی زیاد میگه نه، چون هنوز اون چی بدن دختر ناکن هنوز باز نشده، یعنی هنوز اون خشکه، یعنی هنوز تو مکالمه خشکه، به خاطر همین احتمال داره مثلا یک کم باز بیشتر صحبت کنه راجع به دیگه چیزا صحبت کنه بعد میتونه بگه. آره نگاه کن. Oh, you're casually wandering towards me. Well, back. Interesting. Well, you came this way. That's why I was like, oh. I did, Hi. yes. Well, let's hang out sometime. I'm from Phoenix. I need to get shown around San Diego, you know? Did you just recently move here or something? No, I don't live here at all. I'm here for work and stuff. Yeah. How long are you here for? نه کن اگه اونجا گفتش که با هم دیگه یه دور میزنیم مثلا وقت داشته باشی بعد یه روزای دیگه با هم دیگه وقت بگذرونیم. اونجا اگه مثلا می‌خواست شماره رو بده دختره میگفتش باشه بیا کانتکت چی کنیم شیر کنیم، ولی الان یه چی دیگه سوال کرد دختره. پس اونجا اینا رو میگم که مثلا حواست باشه. Till tomorrow night. But I will hit you up next time I come if you're not available. I mean, if you want to walk this direction with me. Yeah, I'll walk with you. What's your Insta here? Yeah, you're cool. Not an هنوز میخواد دوست داره که بیشتر صحبت کنه و بیشتر بفهمه که مثلا پسر چی هستش. الان تازه شماره میزنه. influencer or anything like that. I don't like to date influencers. I like normal girls. All right, Erin. Well, California girl, lady scientist. You're smart. I'm a scientist, yes, that is right. I do all of the lab testing. Okay, So okay. basically, anytime you get your blood دانشمند زده یا خدا. goes somewhere, I'm where it goes. You're the person that identifies if they have COVID or not. Yes. Well. I run COVID tests and all sorts of other stuff. Hey, I like you. What's your name? I just said I like you. Oh, okay. Yeah. دیدی داشت دختره میرفتش این وایسادش طرف جلوش بگیره که مثلا وایسا حداقل، نه اونجا خونسرد وایساد این چرخیدش بعد یک جمله دیگه گفتش. اگه آی لایک یو بعدش چیزی نمیگفتش احتمال زیاد دختره میرفتش. بعدش این چیزی گفت اسمت چیه میدونی گفت آی لایک یو توجه رو گرفت بعد این چیزی دیگه پشت سرش گفتش. این دختره وایسادش بعد صحبت کنه. میتونستم با دختره همراه بشه راه بره ولی نبره جلوش و جلوی کسی رو نریم بگیریم. Nicole, I'm Juan. It's nice to meet you. Nice to meet you, Yeah, too. I'm not trying to make it Oh, weird. no, I think. No, sorry. I I was like, oh. I just didn't know if you were like jogging or something, so I was just no, like, you're let me get her good. attention first. Nicole. Yeah, and what was your name again? Juan. Juan? Yeah. Okay, nice to meet Where are you from? I'm from San Francisco, but I live Oh, here. cool. Why'd you come over here? Both my brothers live here. Oh, so I what came about, visit does your boyfriend live here too? No. No, where does he live? I don't know. He just got up and left one day? Yeah. Oh, I'll replace him. Okay, yeah. Yeah. What about you? Where are you from? I'm from Phoenix. I just came in for work. I leave tomorrow. نکن اینا توجه رو گرفته دختره ازش سوال میکنه حالا. Okay. But I come back all the time though. Okay, cool. Yeah. Phoenix has got to be hot right now. That's why I'm here right now. Get out. Yeah, it's cool in the winter time. You should come in the winter. Yeah. No, I went, I want to say like last year in February. I used to Best time to go. Well, give me your Instagram or something so we yeah. can stay in contact. There you go. Sweet. All right, Nicole. Cool. All right, DM you. See ya. بازی خیلی راحته، تو توجه رو میگیری صحبت که میکنی ازت خوشش میاد بعد اون ازت چند سوال میکنه بعد اینجا مثلا کانتکت ها رو بعدش میتونی سوال کنی بعد میگی مثلا دور بزنی و فلان و بسان بعد کانتکت رو میگیری. خیلی بازی راحته، تو توجه رو میگیری اون به تو توجه میکنه، یعنی بهش توجه اول نشون میدی، تو توجه رو بهش نشون میدی خوشش اومد بعد توجه رو داری میگیری بعد اون به تو توجه میکنه بهت میگه که مثلا اهل کجایی بعد کانتکت رو میزنی تو گوشش. این کل بازیه. حالا دیگه اون بیای این جمله رو استفاده کنی اون جمله رو استفاده کنی آره الکی زور نزن. فقط کل بازیه این بدون مثلا یه زبان میخوای بری یاد بگیری گرامر کل چی همینه. توجه میکنی توجه رو میگیری بعد میزنی تو گوشش. آره. Hey, excuse me. You in the loop earrings? Yeah. I like you. این کارم من انجام دادم خیلی. نمی‌کنی که مثلا میره اونوری شاید هم احتمال زیاد همدیگه رو دیده باشیم بعد اینکه داره میره اونوری یه دفعه میرم یه تیکه مثلا میدونم میگم هی سلام میدونی حالا به اینجا آلمانی شاید یا انگلیسی هم خیلی پیش میاد تو برلین زندگی میکنم دیگه بعد میری سلام میکنی اینو میتونی انجام بدی ولی نه که بری سمتش بودی بترسا یه جوری باشه که بدون داری توجه میخوای بکنی بری مثلا یه چیزی سوال کنی چیز واجبیه میدونی اونجوری. You're short. What the heck? You look a little taller from the distance. What is it? How tall are you, for real? Barely 5 feet. That's cool. Well, I like little girls, so. Thank you. What's your name? Cassia. Cassia? I'm Juan. Cassia.
Kessia. Okay, cool. نکن اسمو چندین بار انقدر اسمش سخت بود هیک تکرار کرد تو ذهنش بمونه همین که اونجوری که درستشو بگه. دخترم بالا. What are you doing right now? Just walking? Well, I'll let you have your lone walk, but I want to see you again. You're attractive. You're cool. You seem cool. You have good vibes. Thank you. What's your name? Juan. Juan. Yes. Where are you from? From Mexico. تا الان نمیخواد شماره رو بده. احتمال داره مثلا 50% گفتش میخوام ببینمت فلان و دوباره ببینم این چیزا. پسر گفتش بعد گفتش که اسمت چیه؟ سوال کرد ازش. یعنی اینکه هنوز من آماده 100% نیستم که مثلا بخوام من شماره رو بده بدم. Yeah, I was born in Cancun, raised in Chihuahua. Yeah, where are you from? Puerto Rico. Puerto Rico. Damn, that's cool. Well, let's hang out. What's your number? Are you gonna actually text me? I'll call you. All right, it's 480. All right, hey, well, I'll text you. It's nice to meet you. See ya. Hey, I like your shoes. I like you too. What's your name? Cece. Cece. I'm Juan. Cece. Where are you headed right now, Cece? The store over here. Oh, cool. نکن این مثلا داره راه میره. این داره راه میره وای نستش دیگه. بعد باش قدم میزنی. باش میری قدم میزنی و حالا خیلی هم دیگه نمیچسبه ولی مثلا نه تو این فاصله یه چی هست مناسب باشه. مثلا فکر میکنم تو ایران هم حالا یکم فاصله بیشتر بگیری باز بهتر باشه مناسب تر باشه. بعد صحبت می‌کنی. I'm from Connecticut. Connecticut? What are you doing all the way over here? I go to SCSU. Oh, you do? I was actually just there this morning, just checking it out. Really? Yeah, it's very dead. I run a company, a construction company, but just came into town for work. I go back to Phoenix tomorrow. Did you come from Connecticut by yourself? Yeah, kind of. Hey, let me get your number. Let's hang out sometime. I don't give out my number. You can have my Instagram though. That's way safer. Yeah. I mean, Instagram tells a lot about people. نکن دختره گفتش که من شماره‌مو کسی نمیدم ولی اینستاگرامو میدم اگه بخوای. بعد گفتش که این پسره گفتش که مثلا میترسی فلان اینجوری نگفتش. گفتش که آها این چیه پس خیلی امن‌تریه میتونی به من بدی بهتره. یه چیز امنیه مثلا. آره دیگه اینستاگرام میدی حداقل میتونی یه بلاک کنی فلان ولی شماره رو میدی آدم کل اطلاعات دیگه رو شاید میتونه داشته باشه. واتساپ بیاد فلان بیاد میدونی میخواد همین. People. Yeah, no, that's true. You don't want me calling you at 2 a.m, blowing you up. Let's hang out. All drunk and shit. It's happened before. I bet you're cute. That's me. All right, Miss Carol. Carell. Steve Carell. I love that guy. Hey, follow me back. We'll talk. دیدی خیلی راحته. خیلی راحت میشه انجام داد. فقط باید توجه کنی که بازیش چجوری پیش میره. دیدی خیلی خوب با خوشگل و خوشمزه خیلی کوتاه همینجوری میره صحبت میکنی ارتباط برقرار میکنی تلاش رو بکن برو صحبت کن میبینی یکی جواب میده که جواب نده مثلا ما 10 تا مثلا در روز داری صحبت میکنی 10 روز نه در ماه مثلا 10 نفر صحبت میکنی یکیش چند جواب بده تلاش کن برو صحبت کن احتمال زیاد اونم بابا طرفم دوست داره دیگه اون دخترم دوست داره تو باش دوست بشی یا که مثلا دختری هستن که با تو دوست بشن وجود دارن باور کن فکر میکنی اصلا هیچکی نمیخواد دوست بشه هیچکی دنبال دوست پسر نیستش برو تو بازار یه صحبتی بکنی ارتباطی بگیر نه که هر مثلا مستقیما به حرکتو بری انجام بده مثلا یه دفعه میبینی تو نمیدونم مترو از اینا یه دفعه مثلا صحبت میشه یا که مثلا مترو ایران که همه چیه که مختلف نیستش مثلا میگم تو ایستگاه مترو که هستی که اونجا میسیش صحبت کردش یا که نمیدونم هر جایی تو دانشگاه که مخصوصا خیلی راحت میشه زدی آره مراقب باش خیلی دوست دارم اگه نکته‌ای بودش تو اینجا کامنت برام بذار فعلا تا ویدیو